سلام دوستای عزیزم، من نورا هستم. به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام رازهای جذابیت سلنا گومز رو برات برملا کنم. جدا از استعداد فوق‌العاده‌اش در خوانندگی و هنرپیشگی، سلنا گومز عادتهایی رو تو زندگی خودش گنجونده که به جذابیتش کمک زیادی میکنه. اگه تو هم میخوای به اندازه سلنا گومز جذاب باشی یا افراد زیادی رو به سمت خودت بکشی، تو هم میتونی اینو در خودت به وجود بیاری. کافیه فقط بخوای. خب، بعد از اینکه این ویدیو رو لایک کردی، کانال رو سابسکرایب کردی و زنگوله کنارش هم زدی، میرین که با همین عادت‌ها رو بشناسین. سلنا گومز اعتماد به نفس زیادی داره و این یکی از ویژگی‌های اصلی جذابیت اونه. اما فقط داشتن اعتماد به نفس کافی نیست. اینکه چطوری این اعتماد به نفس رو نشون میدی هم خیلی مهمه. اگه یاد بگیری طوری اعتماد به نفس خودت رو نشون بدی که به شکلی که قدرت به نظر بیاد، نه پررویی یا پوز دادن، این اعتماد به نفس تقریبا همه رو به خودش جذب میکنه. اعتماد به نفسی که تو رفتارهای عادی خودش نشون بده، منعکس کننده باور داشتن به خودته. نشون میده که تو خودتو خیلی خوب میشناسی. هر قدم که برمیداری رو با باور به خودت برمیداری و برات اهمیتی نداره که دیگران دربارت چه فکری میکنن. اعتماد به نفسی که سلنا گومز داره تو هر شرایطی بارز و دیگران اون رو به خوبی میبینن. برای داشتن همچین اعتماد به نفسی باید اول نقطه قوت‌های خودت رو بشناسی. برای پرورش دادن اونا تلاش کنی. جمله هایی رو در مورد خصوصیات بارز برای خودت بنویسی و هر روز این جمله ها رو برای خودت بخونی و تکرار کن. سلنا گومز اصالت داره و این یکی از ویژگی های فوق‌العاده جذاب اونه. اصالت یعنی واقعی بودن. یعنی اینکه خودت رو بشناسی و خود واقعیت رو قبول داشته باشی. برای داشتن اصالت باید با خودت صادق باشی. این یعنی نوایس خودت را قبول داشته باشی و سعی نکنی کسی باشی که نیستی. گفتن این جمله خیلی آسونه، اما عمل کردن بهش خیلی سخت داره و نیاز داره که خیلی روی خودت و باورات کار کنی. افراد پیرامون ما از همون کودکی به ما این باور رو میدن که اگه بخوایم دوست داشتن یا جذاب باشیم، باید کامل و بی‌نقص باشه. خب، طبیعیه که هیچ کدوم از ما بی‌عیب و نقص نیست و ما از بچگی یاد میگیریم که خود واقعیمون رو از همه مخفی کنیم. سلنا گومز این باور غلط رو زیر پا گذاشته. آن آشکارا به طرفدارش میگه که برای داشتن سلامت روان نیاز داره تلاش زیادی بکنه. سلنا با این کارش نه تنها به افرادی که مثل خودش هستن کمک میکنه تا امید بیشتری داشته باشن و به طرفدارش اجازه میده تا در سطح عمیق‌تری با اون در ارتباط باشن، بلکه اصالت خودش رو هم نشون میده. چیزی که اونو خیلی جذاب‌تر میکنه. باید قبول کنی که هیچ کس بی‌عیب و نقص نیست. باید یاد بگیری که توی انسان منحصر به فردی که وجودش توی این نوعی خارق‌العاده است و داشتن اراده‌ای که در تو هست هیچ تأثیری در فوق‌العاده بودن تو نداره. این یه باور کلیدی برای جذابیته. سلنا گومز به مهربان بودن و همدلی به دیگران شهرت داره. مطالعات نشون میده مهربانی که ویژگی جذابه، چون نشون میده تو چقدر هوش هیجانی بالایی داری. مهربان بودن میتونه تاثیر مثبتی تو روابطت و درک دیگران از تو داشته باشه. مشارکت سلنا گومز تو هدفهای مختلف خیریه و تلاش‌های آنلاینش برای گسترش مثبت بودن نشون دهنده مهربانی و همدلی اونه. تحقیقات روانشناسی نشون میدن که اعمال محبت آمیز باعث ترشح اکسیتوسین میشه که اغلب به هورمون عشق شهرت داره و باعث ایجاد احساس اعتماد و پیوند میشه. این حس خوب نه تنها برای این فرد خوبه، بلکه روی اطرافیانش هم اثر داره. مهربونی باعث میشه که دیگران اعتماد بیشتری به تو داشته باشن و پیونده خیلی قوی تری رو با تو ایجاد کنن. وقتی کسی اینقدر دلسوز و نگران دیگران باشه، خودش هم تو چشم دیگران جلوه خاصتر و متمایزتری پیدا میکنه.
جالبی که مهربونی فقط به یه فرد محدود نمیشه. مهربونی اثر موجی داره. مثل یه موجی که به هر کی میرسه روش تاثیر میذاره. وقتی یه نفر با مهربونی روبرو میشه، احتمالاً اونم ترغیب میشه که این کار ادامه بده و اینطوری یه چرخه مثبت شکل میگیره. و نتیجهش چیه؟ اینطوری یک جامعه پر از مهربانی و پشتیبانی از هم به وجود میاریم که خیلی از مفاهیم مثبت رو تو خودش داره. سلینا گومز برای اهمیت مراقبت از خودمون تاکید زیادی داره و اینو خیلی خوب نشون میده. چه از طریق نشون دادن روتینای مراقبت از پوست، تناسب اندام و یا حتی اقداماتش برای بهداشت روانی. سلینا برای همه از آگاهی در مورد سلامت روان حرف میزنه و با وجود اینکه زندگی پرمشغله‌ای داره و اهمیت استراحت در صورت نیاز تاکید داره. مراقبت از خودت چیزی بیشتر از اقدامات ساده‌ای که هر روز انجام میدی. این کار به خودت و بقیه نشون میده که تو چقدر برای خودت ارزشمندی و سلامتی و زیباییت برات ارزش داره. نشون میده برای خودت ارزش قائلی و رفاه خودت رو در اولویت قرار میدی. زمانی که مراقبت از خودت رو اولویت قرار میدی، دیگران به ارزش واقعی تو پی میبرن و براشون جذابتر و ارزشمندتر میشی. سلینا گومز همیشه در حال تکامل و رشده و این یه خصوصیت بسیار جذابه. اگه همیشه برای اینکه هر روز بهتر بشی تلاش کنی و هدفهای بهتر و بیشتری برای خودت تعیین کنی، نه تنها اعتماد به نفست بیشتر میشه، بلکه این کار جاه طلبی و عزمت رو برای بهتر شدن نشون میده. خصوصیتی که هر کسی اونا نداره و به همین دلیل هم به شدت تو رو جذاب نشون میده. سلینا گومز در مسیرهای خلاقانه مختلفی مثل بازیگری، تولید و کارآفرینی و خوانندگی تلاش میکنه و اینا انگیزش برای رشد مداوم را نشون میده. تلاش همیشگی برای بهتر شدن تو رو جذاب میکنه، چون نشون دهنده اعتماد به نفس، نگرش باز و حتی انعطاف پذیری توست. وقتی با چالش‌ها روبرو میشی و بازم جلو میری، این کارت نشون میده که چقدر قوی و پرتلاشی. کنجکاوی و اشتیاقی که برای یادگیری داری انرژی مثبتی داره که باعث میشه اطرافیانت به شوق بیان و تو بسیار جذاب باشی. حالا تو عادتهای جذاب سلینا گومز رو شناختی و میتونی اونا رو به زندگیت اضافه کنی. با شروع این عادت‌ها تو برنامه روزانه‌ات خیلی زود متوجه میشی که این خصوصیات تا چه اندازه میتونن روی اطرافیانت تاثیر داشته باشن و تو رو یه فرد متمایز از دیگران و بسیار جذاب‌تر نشون بدن. دوستای عزیزم، از اینکه تا آخر این ویدیو با من بودید ازتون خیلی ممنونم. امیدوارم نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو با من در قسمت کامنت ها به اشتراک بذارید. و اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنید. اگر لطف کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید هم خیلی منو خوشحال میکنید و به من انگیزه زیادی برای ساختن ویدیوهای بیشتر میدید. خیلی دوستتون دارم و یادتون نره که مسیر عشق راهی که ارزش پنگ بودن رو داره. تا برنامه بعدی خدا نگهدارتون باشه.